أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. سوال 19 از کتاب عقیده برای طفل مسلمان. کم ارکان الایمان و ما هی؟ چند تا است رکنهای ایمان و کدام ها هستند همون ارکان ها، رکن ها؟ للایمان ستة ارکان. از برای ایمان 6 رکن است، یعنی ایمان 6 رکن دارد. هی آنها: یکم الایمان بالله، اول ایمان آوردن به یگانگی الله. دوم الایمان بالملائکه، دوم ایمان آوردن یعنی باور داشتن به ملائکه های الله. سیوم الایمان بالکتب، یعنی باور داشتن به کتاب های آسمانی. چهارم الایمان بالرسل، باور داشتن، ایمان آوردن به پیغمبران الله. پنجم الایمان بالیوم الاخر، ایمان آوردن یعنی باور داشتن به روز آخرت. ششم الایمان بالقدر خیره و شره، ششم یعنی ایمان آوردن، باور داشتن به تقدیر نیکی و بدی که از جانب الله است. الله مهربان به فرزندان ما و شما عقیده صحیح و سالم اسلامی را آموختنش را نصیب روزی گردانده باشد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا